درود بر دوستان عزیز و همکاران گرامی. برای باز کردن حصیری سقف خودرو، چه به دلیل اینکه بخوایم صافکاری سقف انجام بدیم یا تعویض حصیری سقف، اول لوازم‌های دور حصیری سقف رو باز میکنیم که اینجا مشاهده میکنید ما بازشون کردیم. دوم اینکه برای اینکه بخوایم حصیری سقف و پوست سقف جدا بکنیم، شرکت برای همه ماشینا چسب آهن یا یه چسب دیگه استفاده میکنه که جلو لرزش و صدا رو بگیره. ما میخوایم یه روش عالی برای شما دوستان عزیز بگیم، امیدوارم به دردتون بخوره. دوستان عزیز، یک کتری آب جوش میریزیم روی سقف، بعد 30-40 ثانیه صبر میکنیم تا چسب خودش رو ول کنه، بعد حصیری سقف رو باز میکنیم. دوستان عزیز، بعد از 30-40 ثانیه به آرومی دست میندازید اینجا، چسب خودش رو ول کرده. میبینید به این صورت حصیری سقف جدا میشه. امیدوارم به کارتون بیاد. دوستان عزیز، اگه راه حل بهتری دارید میتونید تو کامنت ها بهم بگید. اینو شیر کنید، لایک هم فراموشتون نشه.